حاجی ضبط رو زدم ما صفرش این رفتیم. خب اینم زدم. همه رو زدم. همه رو زدی؟ آره. یه آب دیگه بخوریم؟ آره یه ذره آب بخوریم. بابا این صدا میده. تکون نخور دیگه. عادت نمیکنه، جا باز نمیکنه. یاد نمیگیره. یه ASMR برم. آقا خیلی خوش اومدین. چاکریم. هم سلام به شما، هم سلام به همه بینندگان موموتاک. بله. با سختی‌های فراوانی تونستیم شما رو بیاریم. واقعا اذیت شدیم. الان هم که من گفتی جلسه دارین نگو نیم ساعت رفتی بازی که عجب آدمی است. مبلا رو با بدبختی آوردن. اونی که واقعا دمت گرم. چاکرتم. کلی زحمت کشیدی، کلی زحمت میکشی. مبلا رو که می‌بینی از کجا آوردن؟ برات آشناست؟ خیلی آشناست. از سمت شما آوردم دیگه. جلوی سارا؟ آره. ایناست؟ این همین آره همیناست. فقط تایم سومین مصاحبه‌ای که اومدم با علی اونجا نشستم. آره. دیگه نه نشستم. سر همون گفتم اینا اینجا باشه، بعد اگه کسی اومد من میارم مبل رو. یه لحظه به طرف میگه سرپا وایسا به سری مبل میارم. خیلی خوب. آقا چاکریم. مخلصیم. آقا نه یه موردی که گفتی چیزا اینا من گفتم به حال کلی از آدم حسابیای تپسی هستن نیومدن اینا ما دیگه بچه ایم. بابا ول کن آدم حسابی دیگه چه سمیه. آره خلاصه یعنی اینجوری نبود که فاز و ماز و اینا. میفهمم حرفتو ولی این برنامه هدفش سرگرمیه. و اصلا دنبال بحث تکنیکال نیستیم که اگه بحث تکنیکال هم بود باز تو توانمندی قطعا بالایی داری. میخوای خودتو معرفی کنی چیکار میتونیم بکنیم؟ شما خودتون معرفی کردید؟ من دوستان میشناسن دیگه. معرفی میکنم. مرد حسابی سوال منو با سوال جواب نده. منم علی رضا. من هنوز خودم معرفی نکردم که شما تو میخوای بری؟ خب بگو تو. نه منظور تو گفتی من من علی رضا. بله. مجیری فام نمیذاره سخت. بیخیالش ایگنور. باحاله ولی. جدی؟ چرا؟ آره. من حس خوبی میگیرم. بی خیال. جدی دارم میگم. کی با مجیری حس خوبی میگیره؟ گرفتم دیگه مثلا حس جیرجیرک و اینا. باحال دیگه آقا چه میگم چرا؟ آره علی رضا. یعنی چی مجیری؟ ببین مجیری فکر کنم که عربیه دیگه. بعد یه دعایی مثل مدیریه. مجیر توی ما رمضون چطور هست؟ خلصنا من النار و فلان. اون اسمش مجیره؟ دعای مجیر داریم دیگه. خلصنا من النار. جوشن کبیره چیه؟ نه این جوشن کبیر یه چیز دیگه است. مجیر یه چیز دیگه. یه خلصنا من النار یا رب داریم. اون دعای مجیر اسمش. فکر کنم تو دعا مجیر بود. یادم نیست خیلی. آها تو یه قسمتیش چون توش وسطش محمود هم هست. دعای مجیره. حالا وسطش محموده دیگه. خیلی چیزی نداره، نکته‌ای نداره. درسته. بعد آره این از اونجا گرفته شده فکر کنم. بعد خودش یه واژه عربیه دیگه. مجیر مثلا فکر کنم به معنی پناه دهنده و این چه باحال چیزاست. آره اجاره و اینا همش تو همون هم خانواده با جار و اینا. آره فایل جرم هست دیگه. ما مثلا فایل جواب میزنیم. بله خیلی ربطی نداشت. آقا چی کاره ای؟ الان چی کارم؟ الان چی کار میکنی؟ الان که داریم پادکست ضبط میکنیم ولی الان تو تپسی مشغول کار هستم به عنوان پروداکت منیجر. البته اینجا میگن AI پروداکت منیجر یه سری از افراد را که تو تیمای مارکت پلیس، یعنی حداقل اینجوری میتونم بگم اون جاب تایتلی که براش اپلای کردم نوشته بود AI پروداکت منیجر ولی همون پروداکت منیجر دیگه ایول. و در خدمت شما. چاکرتم. این چرفی خدمت از ماست. ببین مسیر شغلی تو که چی شد پروداکت منیجر شدی و دوست داری بگی؟ برات باحال هست؟ آره اوکی. بس بگو. ببین استوری بخوام برات بگم من خیلی بی ربطم نسبت، یعنی یه دنیای دیگه‌ای بودم اومدم توی دنیای دیگه. بس بگو اون احتمالاً باحال. بعد من مهندسی هوافضا خوندم
بیشتر البته نخوندم دانشگاه شریف. بله. بعد خیلی الان حس اون بی ربط بودن رو احتمالاً تا حدودی گرفتی تو تپسی مهندسی حرفظ. بعد اینجا چی کار میکنی برای من سوال نیست هست. درست گفتم دیگه بی ربطم دیگه. بی ربطه با من نمیدونم احساس میکنم به شدت بی ربطه. بعد ببین سال دوم بود، من سال اول و فقط درس و اینا، سال دوم دیگه من یه عادتی هم دارم از بچگی، مثلا از راهنمایی من کار میکردم. آفرین. و تو دبیرستانم همینطور و مثلا همیشه همزمان این دوتا بوده و یه جورایی میشه گفت مثلا معتاد کار کردن، حالا نه به اون شکل منفی، به این شکل که باید باشه تو زندگی. این صرفا درس خوندن خیلی راضیم نمیکرد. سال دوم رفتم پیش یکی از اساتید همون هوافضا، ازش خواستم که بیام توی آزمایشگاهش کار کنم و اونجا شروع کردم به کار. بعد مثلا فکر کنم 6 7 ماه اونجا بودم و دیدم اصلا علاقه ندارم، یعنی کلا کار مهندسی به اون شکل رو علاقه ندارم. البته صنعت هوافضا واقعا صنعت جذاب و باحالی، یعنی فکر می‌کنم الان بر عمده مردم یه چیز جالبیه کانسپت هایی که تو هوافضا هست، من پهپاد، هواپیما اینا، حالا خیلی کلی دارم خیلی عامیانش. ولی خب تو ایران هم خیلی فضای کاری خوبی نداشت، هنوزم همینطور، یعنی خیلی شرکت خصوصی نبود، عمدتاً شرکت های امنیتی و نظامی بودن. برنامه خارج رفتن هم موقع نداشتم و خودم میام به شخصه کار مهندسی دیتیل رو دوست ندارم، نرم افزار و برنامه نویسی هم بودم، احتمالا همین اتفاق برام میفته. بعد دیگه یه چیز اینجا تو پرانتز بگم، ما خب خوشبختانه با وجود جنگی که بهمون تحمیل شد اون بخش هوافضامون خوب زد، شتک و پتک اسرائیل آورد پایین. الان نمیدونم باید خوشحال باشم که تو ادامه دادی یا نه یا اینکه ناراحت باشم. بهتر شاید میتونستیم. احتمالاً اینجا پیشت احتمالاً که قطعا اینجا نبودم، اونجا بودم. حالا اینکه موثرتر یا غیر موثرتر، احتمالاً غیر موثرتر، اصلا نفهمیدم، علاقه ای هم نداشتم خیلی. بعد عرض کنم خدمت که آره بعد این داستانا دیگه کماکان در کنار درس چیز رو بردم. آره بله. بعد در کنار درس رفتم یه دوره‌ای تو جهاد دانشگاهی به نام پراجکت منیجمنت. آفرین. که بیشتر کانسپت های مثلا واترفال تور بود، اون مدل پروژه مثلا نفت و گاز یا همون هوافضا. خیلی اونا سبکاشون مثل نرم افزار نیست که مثلا بحث اجایل و حالا چیز این شکلی توش باشه. یه چیزی باید تو کل فلو رو بری تا طراحی کامل بشه، بعد شروع کنی به ساختن. اینا خیلی ایتریتیو نیست داستانش. بعد دیگه من تو اون فضا هم رفتم شروع کردم و رفتم جلو، کامل کردم اون دوره رو. یه فرصت شغلی برای من پیش اومد که به عنوان کارآموزم بود تو یکی از شرکت آیتی مهیمن، حالا احتمالاً شنیدی نمیدونم، و اونو دیگه سری گرفتم و شروع کردم به کار کردن. خب اون شرکت آیتی بود دیگه، کلا هم از دانشجوی مثلا دانشگاه میگرفت، بعدم خیلی ساده میرفتیم تو، خیلی سختگیری نبود، اصلا یه مصاحبه سفت و سخت بود که من نباید میرفتم اونجا. ولی همین فرصتی شد که دیگه من اونجا شروع کردم، دیگه وارد دنیای آیتی شدم عملاً. اتفاقا همونجا هم اولین پروژه ها و پروداکتایی که روش کار کردیم هم هوش مصنوعی داشت داخلش، یعنی اون چیزی هم که من روش کار میکردم هوش مصنوعی. این باعث شد مضاعف برم رو داستان هوش مصنوعی. سال 98. بله. بعد دیگه توی این فضا بودیم و دو سه تا شرکت عوض کردم. بعد اون یه شرکتی به نام هومنژن رفتم، کار ژنتیک و هوش مصنوعی بود که تحلیل دی ان ای بکنه، مثلا 23andMe توی آمریکا. بعد اونجا رفتم هایوه. بله. و بعد هایوه هم توی شرکت بودم به نام پارت که کلا هوش مصنوعی عمدتاً. و الان خدمت شما فکر کنم 6 ماه چقدر شغل عوض کردی؟ خیلی. آره برگام میخواجیم. آره من 10 ساله تو این چیز تو 2 تا شرکت رفتم، یه تپسی و یه دونه قبلش. یه تپسی و آره دیگه. من آخر رزومه واقعا ندارم، کلا متنگار قبلش. حالا مثلا یه سری کارها کردم
یه کاری که اصلا مسیر شغلی نیست، چه می‌دونم شبکاری، توزیع روزنامه. آره اونا که خب منم بوده. آره همون چیزی که گفتی، اون میدون میوه طربار و اینا. تو همون شبکاری اون سری گفتم تو این کلیپ عصر ارتباط، مثلا مدیری که اونجا بود مدیر این برام. چی عصر ارتباط؟ یه هفته‌نامه‌ایه خب تو همین حوزه آیتی و اینا. تو یعنی دانشگاه رفته بودی نرم افزار اینا میخوند یا نه اصلا هنوز تو این فضا نبودی؟ چرا نرم افزار میخوندم. آره من نرم افزار میخوندم، شب کار بودم، توزیع روزنامه میکردم. هفته‌نامه عصر ارتباط مدیرش ارتباط داشت با اون شرکتی که توزیع میکردی. آره بعد یه روز اومدم تو این مثلا برنامه اینا مینویسه، متن‌نگار اینا رو دیده بود، گفت مثلا بیا اینجا سرویس آنلاین ما رو راه بنداز. بعد رفتم اونجا مثلا سایت مینوشتم، کار این شکلی میکردم. شروعش با این بود. آره مثلا اونه بعد تپسیه جدی خب خیلی خوبه. تو ببین هم که زود اومدی تپسی، یعنی به نسبت به نظر میاد زود اومدی تپسی. نه با چه زودی کریر خودت. نه از زمان شروع تپسی چند سال کار کردی بعد اومدی تپسی؟ فکر کنم واقعا 6 7 سال کار کردم. 6 7 سال همون نه دیولپمنت. آره دیگه بازم خوب بوده. بعدم نیست. آره. ببین میگم من جایی که رفتم حالا شرکت‌های خوبی بودن اینا، تجربه خاص خودشو داشت ولی همه کارم کردی دیگه. آره مثلا متفاوت‌تر بود دیگه. شاید خیلی باحال مسیر باحالی اومدی. آره. خب این خیلی صفرم بودم دیگه، مثلا بخصوص تو تجربه اولم ببین واقعا فضای یادگیری خیلی داشتم من، ولی این نمیدونم منحنی دانینگ کروگره رو میشناسی دیدی یا نه؟ یه منحنی هست که یه سایدش داره کانفیدنس، اعتماد به نفس رو میده، بله. طرفش هم تجربه است. بعد اون اوایل که تو هیچ تجربه ای نداری، اعتماد به نفست مثلا نزدیک به صفر قشنگ. درسته بله. اولین جایی که رفتی کار کرد، یه مقداری که شروع میکنی تجربه کردن یاد میگیری، یهو این اعتماد به نفس میره بالا، میره توی قله‌ای. و تو توی قله‌ای قرار میگیری با یه میزان تجربه کمی، چون بله. اون دیوییشن انگار خیلی زیاد بوده، از صفر تو یه چیزایی یاد گرفتی. درست. و بعد اینجا اگه کنترل نشی داستان میشه که حالا من میخوام داستانمو تو این تعریف بکنم. ایول. و بعد میافتی توی مسیری که آره یواش یواش میفهمی بیشتر که تجربه میکنی، میبینی آقا نه خیلی هم بلد نیستم، خیلی هم کارم درست نیست، میای پایین، اعتماد به نفست میاد پایین و بعد شروع میکنه یه مسیر معقولی رو پیگیری کردن متناسب با تجربه. من تو تجربه کاری اولم دقیقاً همین گیر کردم. نورو بذار پشت سر. چرا؟ برای تو خاموش شده. نمیدونم چرا. به ما میرسه خاموش میشه. نه اونو بذار رو گلدون، اونم بده بالا باید باشه. اینا رو کات میکنی یا میذاری همه؟ نه همه رو میذارم. ببینم این چرا خاموش شد. شارژ هم داره احتمالاً چیزه پاور سیوینگ. آره. چی داشتم میگفتم؟ تجربه. اون تجربه. آره. بعد به من جای اولی که رفتم میام، حالا کاری به خود شرکت ندارم که مثلا با یه سری چیزاش همسو نیستم و حالا اون موقع فهم، ولی خیلی تجربه میتونستم بکنم. مثلا یه پروژه خوبی با یه 0 سال سابقه کار داده بودن دست خودم اینا. بله. و یادگیری خیلی داشت. ولی دقیقاً همین اتفاق برام افتاد. یعنی یک شخصی که اصلا نه رشته‌اش مرتبطه، نه سواد قبلیش مرتبطه، نه مطالعاتی داشته، اومده صفر. اولم که رفتم مثلا تا 2 هفته اول واقعا شب خوابم نمیبرد. اینجوری بودم که من کارو چجوری جمع بکنم. بعد 6 ماه که گذشت، خب مثلا سریع تونستم یاد بگیرم، یه سری کارا رو دست گرفتم، مثلا نسبت به خیلی‌ها یه یواش حرفم اعتبار پیدا کرد و اینا. افتادم تو این که بابا من دیگه تموم کردم اینجا رو، دیگه اینجا برام هیچی نداره و آره رفتم تو این فضا که من استارتاپ خودم. خب هنوزم جو استارتاپ زدن از اون موقع دیگه خیلی بیشتر بود. بله دیگه این باعث شد که مثلا ظرف 1 سال هنوز یه جایی تو 1 سال سابقه کارداری به این نتیجه میرسی که من دیگه از سر این شرکت زیادم، خداحافظ من میرم. و اون منحنیه دقیقاً اتفاق برای من افتاد، اومدم بیرون و بعد ترکیدم و بعد یواش یواش شروع کردم به ساختن. نکته جالبی رو گفتی. احتمالاً خیلی دوچارش میشن. میشه مثلا راهکاری چیزی هم براش داشت؟ ببین حس من، حالا تجربه من اون تایم این بود که من خودم نمیفهمیدم. خیلی مدیره با هم صحبت کرده بله ولی من نمیفهمیدم. یعنی مثل یه آدم که مسخ شده یه همچین فضایی داشتم. و
ببین همینی که آدم‌ها در مورد این چیزا بخونن به نظرم یا بدونند احتمال، یعنی میگن دونستنه تو بحث بایاس و اینا هم هست دیگه، میگن بایاس تو تصمیم گیری هست، ولی تو همین که بدونی بایاس چی هست یه جایی تو ذهن جرقش میکنه من الان دارم مثلا با بایاس تصمیم میگیرم. کمک میکنه. یه کتابی هست ایگو ایز دی انیمی. من نخوندم. اینو ایگو هم ادیب که اینجا بود یه سری به من و حسین پیشنهاد کرد. یادم خوندیش؟ حالا خوندمش ولی چه بلایی سر اون کتاب آوردیم. هم خواسته به شما دو تا پیشنهاد داد؟ نه خودش خونده بود. بعد گفت آقا خیلی کتاب خوبیه، پیشنهاد می‌کنم شما بخونید. به من گفت، به حسین گفت، به بقیه هم میگفت. واقعا نکته بسیار مهمیه این ایگو که اصلا نمیذاره جلو رشد تو قشنگ میاد میگیره. یا میاد از اون ور منفی که تو اصلا هیچی نمیتونی وارد این حوزه نشو فلان، یا اینکه اصلا تو تهشی اصلا خودت وارد چالش نکن، هر چالشی باشه حوزه دردسر که نداری. آره خلاصه این کتاب خیلی نکته‌های باحالی داره، مثال‌های باحالی هم داره. ایگو ایز انمی. ایگو ایز دی انمی همچین. آره ایگو دشمنه دیگه، کثافته. حالا ادیب چیزه مثلا فضای علمی طور داره یا از این کتابای تجربه محوره؟ تجربه محوره. حالا علمیشو یعنی مثلا تحقیقات و اینا داره، مثال‌هایی میزنه. اونجوری نیست که بخواد تحقیقات عجیب غریبی داشته باشه. حالا جالبه این آقای یه کتاب دیگه هم داره، Discipline is my destiny. بعد یه روز رفتم بعدی گفتم عادی این کتاب چی بود؟ Ego is my destiny. دوتا رو با هم ترکیب کردیم. آره ایگو دیگه میشه خلاف تمام ایگو قشنگ میشه دستینی دیگه واقعا. این خاموش میشه. این اصلا جنس بعدی در اومد دیجیکالا. من اینو همینجا کامنتشو ثبت کنم. آقا این با وجود اینکه شارژ داره این خاموش نشون بده. برندش نمیدونم چیه، پشتش نمیشه، شاید هم شارژش کمه. ببین احتمالاً باتریش یه داستانی داره. آره حالا میخوای مشترکاً استفاده نه اوکیه. خواستم میگم که آقا پروداکت رو دوست داری؟ آره دوست دارم کار پروداکت. چیش برات جذابه؟ چی هست تو نپرسیدی؟ چی هست تو نپرسیدی؟ اولین چیزی که میپرسن اینه که من پروداکت منیجمنت چیه، چی کار میکنه. با محمد آوردیم 2 ساعت بعدش دکمه همه رو زد. بس اگه یکی توضیح، چون خودم هم خیلی نمیدونم ولی خودت نگاه خودتو بگو ببین چیه، شاید واقعا خیلی متفاوت بود. ببین نه منم اصلا اینجوری هم که خوب شد سوال رو نپرسیدی. یه سری تعریف معریف ازش هست ولی برای منم خیلی چیز نیست، ول دیفاین، خوش تعریفه. چون ببین خیلی هر شرکتی میری یه جوریه داستان. بله کاری به ایرانش هم نیست، مثلا تو گوگلش یه جوری دیگه میبینی دارن ملت کار میکنن، مسابقه هاشون رو میری میبینی. یه چیزی میخوان یه جای دیگه یه جوری دیگه است اینا. ولی آره مثلا نمیخوای بگی که پروداکت منیجر چیه، کیه؟ 2-3 تا تعریف دارم از افراد دیگه است، میتونم اونو برات بگو. اگه در حد یه جمله داری بگو. بعدم جمله بیشتر 3 جمله اوکی. 3 جمله. ببین یه دونه که خیلی میگن این که مثلا پروداکت منیجر مینی سی ای اوی محصول، نه مثلا مدیر عامل محصول. حالا این که واقعا خیلی چیز بهش وارد، نقد و اینا بهش وارد واقعا نیست، اتوریتی نداره اونقدر اونجوری که مدیر عامل اتوریتی داره. حتی تو اون محصولم اتوریتی نداره. اتوریتی خب چی تعریف بکنی دیگه، مثلا تو به هر حال یه حدی از اتوریتی داره دیگه، تو نمیتونی پول عجیب غریب بیر خرج بکنی، باجت داری، به هر حال اینجور چیزا هم هست. البته مدیر عامل ولی آره خیلی محدودتر به هر حال پروداکت منیجر. و اینه که تو تاش داری رو استراتژی شرکت میری جلو دیگه، یه استراتژی کلی وجود داره، میخوای رو خودت رو. بعد این که اینو مثلا فکر کنم بن هورویتز یه کتابی هم داره، سختی کارهای سخت، خیلی شاید خونده باشن، این تعریفی که اون میگه. یه دونه دیگه هست که خیلی پروداکتیو کتابشو خوندن، اینسپایر. بله. و اون مارتین چیه؟ مارتین کیگن. بعد اون فازش اینه که میگه آقا تو مالک پرابلمی، درسته، مسئله‌ای، و بری پیدا بکنی مشکل کاربر چیه، نیازهای بازار چیه، و بعد حالا توی راهکار، ولی مالک راهکار نیستی، همچین فضایی داره.
راهکار رو باید با همکاری مثلا تیم فنی و دیزاین و فلان اینا انجام. درسته. اون یه همچین تعریفی داره. خیلی فازش اینه که برو پرابلم و دیسکاوری و این داستان. و یه دونم هست که در واقع تعریف چیه؟ میگه که آقا اینترسکشن بین بیزنس و تکنیکال و دیزاینه یا یوزر اکسپریانس، تو اون وسطی میخوای همه اینا رو به هم وصل بکنی، یه چیزایی از هر کدوم احتمالاً میخوای بدونی، درست دیسیژن بکنی سر پروداکت. در کل چیزایی که نیست اینه که تو مدیر آدما نیستی. بله این وریش بریم بهتر. تقریبا تو همه جا مدیر آدما نیستی، مثلا مدیر فنی جدا مدیر آدمای فنیه، تو دیزاین همینطوره. واقعا مدیر محصولی، فقط تو دیسیژن در مورد محصول. درست. و خودت کدوم تعریف رو دوست داری؟ ببین من اون چیزه رو دوست دارم، مارتی کیگنر رو دوست دارم. بله. تو اون فازم خودم خیلی سعی میکنم ماهرتر بشم. ولی در کنار همه اینا به هر حال کارهای تعامل و اینا رو هم خیلی دوست دارم. تعامل، کلابوریشن، این که تو وقتی رو آدما یعنی پیپل منیجمنت دست تو نیست، تو آدما رو نمیتونی مدیریت بکنی، اون اتوریتی رو نداری، بعد سعی بکنی اینفلوئنس بکنی برای اینکه به اون مسیر برسی، به تأثیر بذاری، حالا یا با حرف استدلالی درستی که میزنی یا چه میدونم صحبتی که میکنی. و این مسیره رو من مسیر جذابیه برام. درسته. منم خودم راستش مارتین کیگن رو خیلی دوست دارم، این تعریفشو، چون یه مشکل، شناسایی مشکل و اینا اصل قضیه است. که اگه واقعا تو اون قسمت سهل انگاری بشه یا هر چیز دیگه، مشکل هنوز شفاف نیست و اینا، بری تو فضای راه حل و اینا، بعضی این یه کارهای عجیب غریبی داریم می‌کنیم، اصلا فاصله گرفتیم و اینا. خودت به من خیلی میبینم بعضن که ما تو فضای راه حل این فاصله رو میگیریم. یعنی از مسئله فاصله میگیریم؟ مثلا چون یه مشکلیه، ما قراره اون مشکل رو حلش کنیم، بعد داریم 20 تا چیز دیگر هم حل میکنیم و میبینی اصل مشکل هم شاید خیلی حل نکردیم، مثلا فاصله گرفتیم انقدر برای کاربر چه میدونم لود، چه میدونم چی میگم بهش، کاگنیتیو لود و اینجور چیزا ایجاد کردیم که اصلا شاید واقعا مشکل حل نشه براش، 4 تا مشکل دیگه هم اضافه بشه. اینو خودت تو چی میبینی؟ چرا ما این سمتی میریم؟ ممکنه مثلا بگی چه میدونم بچهای تک خیلی دوست دارن چیزها رو پیچیده کنن، گند میزنن توش فلان. خودت به نظرت مشکل از کجاست؟ اگه یا تجربه داشتی مثلا همچین اتفاقی بیفته؟ من خودم هم استارتاپ زدم و فیلش هم کردم و سر همین داستان منی که تازه نباید این اتفاق بیفته. اینم خوبه البته در موردش صحبت کنیم. آره اگه دوست داشتی میتونیم صحبت. ببین مثلا تو همون استارتاپه، حالا تجربه کاری هم اگه خواستی میتونم بگم، ولی تو همونم اینجوری بود که رفتیم یه محصول خوبی ساختیم ولی خیلی وارد بازار نمی‌کردیم. و انگار یه علاقه‌ای تو ایجاد کرده بودی و اینکه تو مثلا من خودم اینجوری بودم که خیلی با ایده های جدیدی که میاد سریع چیز میشم، تایپ هم این شکلیه که هیجان زده میشم، جوگیر میشم، بزنیم فلان، یه اپورتونیتی عجیب غریبی تو ذهن خودم برای اون فیچره یا حالا برای اون محصول جدیده میسازم. درسته. در صورتی که هیچ ولیدیشنی روش نیست که واقعا بازار حاضر بابت این پول بده یا نه، ارزش خلق میکنه برای مشتری. بله. و این کاملا اون ربیت هول است دیگه. حالا تو داستان چیز به این که بگم مشکل از فنیه خیلی نه، مثلا آدم تا آدم فرق میکنه، سینیوریتی آدما تاثیر میذاره روی این داستان تجربه کردنشون. فنی شاید بیشتر اون یه چیزی هست میگن کدرزایی. بله بیشتر دیدم حتی تو سینیورها، ولی اون جنبه رو خیلی نمیتونم مثلا رب بدم با آدمای فنی، نه شاید پختگی آدما مسئله‌ای باشه که چه تو پروداکت چه تو تک چه توی مثلا دیزاین حل بکنه داستانو. ولی آره این بیزینس لاجیکه، این MVP ساختن دادن توی بازار، بعد بیا شروع کنی ایتریتیو حل کردن، این چیزیه که باید توی ذهن آدما جا بیفته. حالا مثلا این فریم ورک که الان داریم استفاده می‌کنیم، فکر کنم شما از این سایکل رفتید روش، شیپ اپو. بله. این به نظرم خیلی میتونه اینو، یعنی واقعا فریم میکنه آدما که ببین برو
داستانه رو بیار، چون تایمت محدوده دیگه، قرار نیست روی این پروژه کار بکنی. بله این محدودیت احتمال کمک. آره خیلی نکته درسته. به نظر تو این شیپ اپ کمک کرده به این یا نه؟ تجربه الان چی بوده؟ راستش مثلا من فکر کنم خیلی حال نمی‌کنی باشه. نه اوکی. ببین من با روی کرده هر چیزی که قرار باشه ما رو اجایل کنه، اجایل تر کنه، به اجایلیتیمون کمک کنه، حال میکنم باهاش. الان به نظر شیپ اجایل تر کرده. به نظرم تا یه حد خوبی اجایل تر کرده. انگاری که ما تو بازهای کوتاه‌تر و سریع‌تر تصمیم میگیریم ورسس این که مثلا بریم برای 6 ماه 1 سالمون برنامه‌ریزی کنیم. پلنینگ میگی داستان. آره. اینشو دوست دارم. ولی خب همچنان اگه یه جایی حس کنم که مثلا چه می‌دونم با یه مدل دیگه من میتونستم یه کاری کنم، این الان دست و پامو بسته، اذیتم میکنه. که حالا این خیلیش هم چیزای شخصی ها، من خیلی آدم چارچوب پذیری نیستم و هر چی بیاد چارچوب آقا وارد نشو، میخوام وارد شم، برو کنار دکمه‌مو نزن. آره این است. ولی یه نکته که گفتی حالا مثلا تو بحث فنی و اینها درسته، ماها انگاری که اگه اون روزم توی چیز میگفتم که 4-5 تا دیزاین پترن رو نچپونیم تو کد 1000 تا چیز پیچیده، از انگار نه واقعا ما کاری نکردیم. بعد خودمونم بدبختیشو میکشیم، آقا این 20 تا با باید الان مینتینش کنی، سختش کردی، پیچیده‌اش کردی، در حالی که واقعا راه حل ساده تر داره. که من خودم 1000 بار این کارو کردم، حتی بیزینسی هم لطمه زدم. مثلا یه پروژه که خودم در جریانی دیگه با هم آره. اونو نشستم توسعه دادم، بعد به این فکر میکردم خب این پروژه این اصلا قراره بیزینس بزرگ بشه، اصلا قراره دسته‌بندی های مختلفی داشته باشه، در حالی که هنوز تخیل میکنی. آره هنوز که هنوزه بپرسی مثلا هدف من 99% مثلا یک دسته‌بندیه. بعد 1% آره این در ادامه خوبه که وارد این حوزه رفتم، کدشو پیچیده کردم، بیزینسشو پیچیده کردم، حتی قطعا یو ایکسش پیچیده تر شده، فردا من میخوام پرزنتش کنم پیچیده تر میشه، زمان طولانی تر طول کشید، مثلا چند ماه اضافه کرد به اصطلاح خود پروژه که آقا حالا بیا تازه ببرش تو بازار. که من همه اینا هم که تازه توسعه میدی تو ذهن توئه دیگه، تو که نمیدونی واقعا نمیدونی بعد ایدیل کانسومرت چی مثلا نیاز داره. دقیقاً ما هم همین اتفاق افتاد. مثلا تو جنبه فنیش تو اون استارتاپ اینجوری بود که کوفاندرم از همون اول کار به این چیزی که دیگه فکر کنم همه دیگه میدونن احتمالاً به جای اینکه بیاد کد مونولیت بزنه میکرو سرویس زد. پشما. و مثلا ما تا یه جایی رفتیم این دیگه دهنش سرویس شده بود که اینا رو بخواد با هم هماهنگ بکنه و بعد دوباره یه دور کد و همه رو اومد تو هم کرد که بشه مونولیت، حالا بتونه بره جلو. و این مثلا کجا استارت این خورد که ما اینو پیوت کنیم، کد رو پیوت کنیم، حالا بیزنس که تازه به پیوت هم نرسید. این بود که یه اتفاقا ایونتی تپسی گذاشته بود، فکر کنم مثلا بچهای بک اند تپسی بودن تو دانشگاه و این مثلا رفتیم اونجا و اینا گفتن آقا ما مثلا فرض کن 3 سال پیش این اتفاق افتاد، نمیدونم گفتم آقا ما مثلا همین چند وقت اخیر تازه چند وقت اخیر شدیم میکرو سرویس. بله و ما مثلا استارتاپ فندقی ما مثلا داشت اصلا اول میکرو سرویس. چرا؟ چون تو ذهن ما اینه که آره ولی مثلا 3 سال آینده خیلی دیگه دستم بازه فلان. تو اصلا به 3 سال دیگه نمیرسی واقعا. تو اصلا به اون فیچره که تو ذهنت نمیرسی. و یه نکته که وجود داره محمود، این ویژگی آدمایه. یعنی تو اگر اهل تخیل زدن نباشی احتمالاً اصلا نمیری استارتاپ بزنی. ولی حالا تو کار کارمندی هم باز اینو باید یکی بتونه کنترل کنه. درسته. یعنی داری میگی که تخیل چیز خوبیه، تو رو میکشه سمت یک ایده جدید، ولی تخیل بده چون 1000 تا چیز میاره تو ذهنت و دکمه‌تو میزنه. آره. این اگه هر چیزی به ذهنت رسید و بخوای بری پیاده بکنی دیگه شاید حالا یه روزی با این ایای بشه واقعا این کارو رو کرده، هی بشینی بهش فکر بکنی، هی بسازی. یعنی اکزیکیوت کردن مثلا یک ایده سریع بشه، ولی فعلا که نه. آره والا. همچنان من اونجا هم فکر میکنم که باز اجیلیتی شاید چیز داشته باشه دیگه، معنا داشته باشه هنوز.
سرعت میره توی واحد دیگه، تو واحد ساعت. بازم رقابت هستی. بله دقیقاً اینم هست. آقا چه تجربه باحالی داشتی، کیف کردم. در مورد اون استارتاپ و اینا چیزی هست حالا فارغ از اینها هم بخوای بگی، تجربه اگه متفاوت یا چیز باحال، اتفاق، خاطره، هر چیزی که فکر میکنی دیگه. ببین در مورد استارتاپه چند تا هم بوده، حالا من آخریشو میگم. یه چیزی هم بگم، این میبینی قرمزه، خب چهارپایه‌ای که زیر کولره، دیدی دیگه این آره برفکتورا، به خاطر اونه. از دیجیکالا یه چیزی سفارش داده بودم، عسلی چوبی باحال باشه، لحظه آخری پیام داد که مثلا این از سفارشتون حذف شد و اینا. نه بابا دیگه مجبوری اینو گذاشتم. یه ذره زاغارت هست ولی اشکالی نداره، چاره نیست. کوله MVP. آفرین چون مبلم می‌خواستم سفارش بدم ولی رفتم مبلای چیز آوردم. بذار افتاد رو دور بعد یواش. آره بعد گفتی خاطره. ببین خاطره که خیلی دارم، هرچی بگی برات میگم تا صبح تعریف بگو. اوکی. ولی مثلا آخریه استارتاپ آخریه خیلی جلو رفتیم، تا جذب سرمایه رفتیم و اینا. کلا من یه چیزی مثلا تو ذهنم الان بهم بگن بیا بخوای استارتاپ بزنی، این درسته استقامت یک جوری بتونی تو ادامه بدی رو مثلا خیلی الان مهمه بدونم، به خصوص تو ایران. یعنی بهش میگن رانوی، اون مسیری که هواپیما میره تا بلند بشه رو باند. بله. اینو هر چقدر تو طولانی ترش بکنی، خب مثلا هواپیمات اگه لخت‌ترم باشه احتمال اینکه بتونی اون تاش، ولی اگه خیلی باند کوتاه باشه قطعاً فیل میکنی، قطعاً هواپیما. درست. اینی که تو بتونی یه جوری اینو بلندترش بکنی، حالا یه بخشش اینه که واقعاً بکمانی داشتی، یه پولی داشته باشی، سیوینگی داشته باشی، یا خانواده‌ای داشته باشی که بتونه کمک بکنه، یا اینکه اعتباری داشته باشی که بتونی از همون اول یا با مثلا MVP بری یه پول خوبی بگیری کار رو راه بندازی. بله. اینه به خصوص تو ایران مثلا یه ذره سختی این شکلی رو داره که من خیلی میگم مثلا اگر دامن تحملت اینجوری، چون واقعا دویدن داره. حالا تو خودت بودی ولی فکر کنم تو فرآیندهای جذب و این اصلا نرفتی تو. نرفتم کارش واقعا باید بدوی. بله. و دیدیم هم دیگه آدمایی که دور و برمون بودن خفن بودن، چی جوری کار میکردن، چی جوری پیگیر بودن. توی اون جذب سرمایه ما خیلی تجربه مثلا باحالی بود که این ور اون ور میرفتیم صحبت میکردیم، شبکه فلان، و ببین خیلی حس خوبی میده، خیلی حال خوبی میده، ولی بی تجربه باشی شکست می‌خوری. گفتی دستاتو زیاد تکون میدی، احساس میکنم خیلی هم تکون نمیدی. خیلی تکون ندادم، خیلی تکون میدم. جدی؟ چرا مقدمه تو چرا چیز نمی‌کنی متنگارو؟ چی نمی‌کنم؟ توسعه نمیدی؟ خیلی جدی رو آیندهش خیلی چیز نیستی چیه اگه دوست داری؟ به همین چیزی که هست رو دوست دارم. یعنی اصلا کلا بزرگتر آخه بزرگتر تو ذهنم اینه که یک پروژه دلی شخصی باحال برام. یه ذره چیز دیگه، این پدرای سختگیر هستن که مثلا بچه‌هاشون رو نمیذارن خیلی مستقل باشن و اینا، یه همچین حالتی عملا. آره میگم مثلا همینی که از خوبه، بعد خودم فرصت اینو دارم که روش کار کنم، ایده های باحال بزنم، ایناش همش ترکیبش با هم و همین مثلا چه میدونم درآمد و اینجور چیزهایی که داره تا همین حدش برام رضایت بخشه، مجموع همه اینها. به خاطر بعد وقتم میخواد دیگه، آجی کجا برم الان، چه میدونم هفتمو کلا تو تپسیه، بعد حالا میرم خونم بعضی شبا کد میزنم. برای اینکه روش توسعه بدی یا کلا بری مثلا جذب سرمایه بزرگ کردنش؟ میگم اونم آره وقت میخواد دیگه قطعا. خب اگه تصمیم داشته باشی که پیدا میشه، وقتش نمیشه. تصمیم ندارم دیگه. همون نکته اینه که تصمیم. بله. خیلی خوبه. من متنگار رو واقعا، ولی خب دوست مثلا نیو برم این کارو بکنم اگه بخوام برم انجام بدم. چرا؟ اونو از اول پدر بودن اون شکلی نسبت بهش مادرش بود. اون یتیمه انگار دیگه، هر بلایی بگی سرش آوردن. یه دورم با حسین رفتی دکاری بکنید. آره ولی اون واقعا نیاز به این چیزا داره تا حد زیادی.
مثلا من میتونم با متن‌نگار ساسین کنم با این وضعیت، ولی اونو نمیتونم. مثلا باید سرمایه‌گذار بیاد، باید حتی سیلز میخواد اون اصلا فروش میخواد. دقیقاً بحث مارکتینگ و ایناش به شدت جدیه و سخته. من دوره کرونا با یه رفیقم از سینا پا شدیم رفتیم، رامون نمیدادن باشگاه. آره چرا؟ طرف میگه تو کی اینجا من درو بستم، آدما رو قاچاقی دارم راه میدم تو. تایم کرونا به خاطر حساسیت‌های چی؟ دقیقاً. و تو رفته بودی محصول بفروشون؟ ما رفتیم محصول بفروشیم دیگه. این تایم تو مارکت رو دیگه واقعا مثلا یارو اصلا نمیذاش به ارائه برسه. سلام عمو، ما یه اپی نوشتیم که قراره مثلا یه سری کارها رو انجام بده، نمیخوام اصلا، برو بیرون. در این حد بود. دغدغه‌ام چیز دیگه ایه تو پا شدی. آره میخوام هنوز فعلا بتونم این لعنتی رو نگهش دارم و تو اومدی داری یه چیز مثلا فنسی به من میفروشی. آره با اون واقعا اون اپیه که همه چی باید اوکی باشه. آره ولی خب ایده اونم ایده قشنگیه. یه مدت حالا چیز رفتیم با حسین رفتیم باشگاه، باحال بود. هر چیزی که میدیدم مثلا یه مشکلی داره سریع میرفتم الان اگه یه اپ اینجوری بود به حساب باشگاه میگم. آره داشتم مثلا چیز میکردم، حتی به بچهای باشگاه هم میگفتم اینجوری میگفتم یکی از دوستان من رفته کانادا یه اپی دارن این کارو انجام میده، اونو بگو وای چقدر خفن. آره ببین اونم این مدل چالش داره. این محصولو بدی بیرون خوبه، ولی اگه به اون آدم میگفتی که بیاد استفاده کنه یا فیدبک بده، مثلا میگفته چقدر خوبه و فلان و اینا، نه میگفتم تو کانادا یا بده احتمالاً مثلا میگه که حالا باشه میام. بله درست. اولشون دوست داشتم مثلا بالا این چیزا رو فری بریم. آره اون آره یواش ببینیم مثلا مدل درآمدیش چه شکلی میشه. ببین مثلا یه تجربه باحالی که تو متن‌نگار داشتم این بود که روز اولی که شروع کردم، میگم پروژه دلی بود، من می‌خواستم واقعا این کار رو انجام بدم. در ادامه خود پروژه چی میگن اون پتانسیل های مالیشو نمایان میکرد که آقا الان من اینجا میتونم پول در بیارم، این ارزش افزوده منه، این امکانات منه فلانه. اینم تجربه جالبی بود. حالا واسه این مدل واسه نیو یه مدلی داشتم که مثلا چه می‌دونم بحث حق ماهیانه و اینا باشه، ولی حتی اینجوری بودم که احتمالاً میره در ادامه خودش یه مدل بیزینسی رو بهم نشون میده که مدل مالی اینا چه شکلی بریم. آره نه اونم واقعا اینجوری که بعد بدی تو بازار ببینی اینا چه جوری میشه ازشون پول در آورد. بله حالا اون متن‌نگار بی تو سی حساب میشه؟ آره دیگه. چی شد یهو گفتی برم بی تو بی کار کنم؟ دوست داشتم که بذارت بگم به این نتیجه رسیدم که کاربر کمتر پول بیشتر. ببین اون برای وقتی جواب میده که میخوای بری به بانک بفروشی مثلا. ببین کاربر کمتری که دارم میگم، من مثلا متن‌نگار مثلا حالا متن‌نگار یه دوره واقعا دیگه در حد میلیون کاربر داشت، مثلا 100,000 کاربرم کاربر کمه. خب مثلا بانک احتمالاً تو میری مثلا میشه 10 تا کاربر دیگه. ولی همچنان اینجوری بودم که 100,000 تا کاربر چرا با مثلا فعلا میتونه ساپورت و اینش منظورت؟ آره دیگه هزینه‌های عملیاتی کم و فلان. حالا هر کسی هم یه مدلی دوست داره. یه سری هم هست مثلا اینجوری دوست دارن که 10 میلیون باشن هر کدوم روزی مثلا 1 ریال پول بدن، کامپاندش مثلا یادته. بله دقیقاً. عجیب غریبی میشه. اینم چه میدونم شاید مثلا اینجوری بوده که دوست داشتم این مدلش هم پول تو ذهنت نبوده، تو هزینه‌اش خواستی کم بشه. آره دیگه دغدغه ذهنی تو خواستی برطرف. آره چه بسا. آره چون تو اون خوب بودی. چه بسا. آقا شما با همسفر روش کار کردی درسته؟ من نه اصلا. من مچینی. آره هیچی. ببین حالا به هر حال هم بستر چی هم سالونی و هم ترایبی و بله همین دیگه در جریان کارا هستیم، ولی اینکه من بشینم رو مسائلش فکر بکنم نه نبوده. نبودی؟ خود
ممدوس. پس ممدوس رو باید بیاریم سوالات با هم سفری ازش بپرسیم. چون چیز باحالیه، خیلی باحاله با هم سفر. هم بحث محیط زیستی داشته، چیزی خیلی باحال بود. ببین خیلی ولیو داشته دیگه، هم برای خود تپسی سفیر رو خیلی دوستش دارن، مثلا ما صحبت که میکنیم درآمدشون بیشتر داره میشه دیگه سفیر. خیلی الان سری قبولش میکنن با هم سفر. اون طرف مسافران خوشحالن، خیلی دوستش دارن. کلا خیلی چیزه جذابی باحاله. آره مچینگ بپرس. مچینگ بپرسم؟ مچینگ چیه؟ خوبه اینا یه روی جلوه دیگه. آره ببین برای اینا حامدو بیاری خیلی بهتره. حامد قدیمی ترین آدم مچینگ. خب مردی هستی خود گفتی مچینگ. حالا میگم آره من در حد خودم. ببین مچینگ که من همیشه وقتی میخوام مثلا برای یکی از بیرون بگم چی کار میکنه، میگم اون تیکه‌ایه که شما یه درخواستی میدید بله و یک سری سفیر دور ما هست که سفیر توی تپسی همون راننده‌ای که بقیه جا میگن راننده، بله، و اطراف شماست و حالا این میاد تصمیم میگیره که درخواست شما رو برای چه افرادی بفرستن که هم سریعتر قبول بشید، احتمال قبول شدنتون بیشتر باشه و هم یک سری مزایایی داشته باشید داره. و کلن اینه، یعنی یه هوش مصنوعیه که حالا این کلن اینه خودش خیلی پیچیده است، واقعا میتونم یکی از پیچیده ترین پروداکت شرکت، خیلی لاجیک داره داخلش و یه هوش مصنوعی دارد که حالا اون احتمال خیلی نتونیم صحبت کنیم و یه سرویس هایی دارد دور و برش که میان این کار رو انجام میده دیگه. توضیح میخواد بکنه. بله. هر چقدر اینو بهتر انجام بده هم بهتر میشه دیگه، همه بهتر میشه. آقا من یکی از بهترین جاهایی که تو بخش مثلا تو رو اپ سفیرانمون روش کار کردم همین بحث پروپوزاله، این پیشنهاد سفرهایی که براشون ارسال. چرا بهترین جا بوده؟ بدون دیگه چه کارهایی کرد. آقا یه مدلی در گذشته داشت، نمیدونم دیدیش یا نه، یه پیشنهاد سفر می اومد، بعدی یه دونه اینجا فب می اومد این بالا که آقا این مثلا با یه قیمت دیگه یه پیشنهاد دیگه است. بعد اگه یکی دیگه می اومد اون گوشه مثلا سمت چه میدونم راست یا چپ صفحه. بعد ببین آخه ما چرا مثلا یه همچین کاری کرده بودیم؟ اینو اگه مثلا حرکت میدادیم میرفت رو بعدی، اینا به ترتیب باید این میومد مثلا اینور، اون یکی میرفت اونور. بعد اگه یه دونه حذف میشد، چه میدونم از اینور حذف میشد این باید سر جاش میموند، اگه این حذف میشد اون باید سر جاش. اصلا یه مدل پیچیده که نه ما میفهمیدیم کدشو چجوری بزنی، نه بنده خدا سفیری که مثلا با اپ داره کار میکنه جابجا آره دقیقاً. بعد یه روزی مثلا خیلی روی این فکر کردیم که آقا مثلا اینو چه شکلیش کنیم، واقعا به این چه کارایی میکردیم که یه مدلی ساختیم که پیچیده است، اینا هی حرکت میکنن، این باید بره اونجا اون بیاد اینجا. بعد حالا میخواستیم واسه سفیر اینو سادهش کنیم که آقا مثلا اگه این بخش صفحه یه قیمتی دیدی میخوای بری روش، اینا یه جابجا نشن تو نفهمیشون. رفتیم یه مدل پیچیده تری کد زدیم که اینا مثلا جاهاشون خیلی عوض نشه. بعد رسیدیم به این که بابا عین تب گوگل کروم 3 تا چیز بذارون بالا، هر کدومو بخواد انتخاب میکنه. این خیلی تجربه اصلا اون موقع آره، و اونجا بود که مثلا یه سری تجربیات باحالی بود که آقا تو رو قرآن ساده نگهش دار، اصلا قرار نیست کار عجیب غریب بکنی و واقعا سادگی واقعا ارزشه. بله. خیلی موضوع مهمیه، خیلی موضوع مهمیه. واقعا یه چیز پیچیده‌ای میزنیم بعد میخوایم که سادهش کنیم پیچیده ترش میکنیم. ما اینجا بذار بفهمه، حالا یه بدبختی درست میشه. کلا هر چقدر کورنر کیس و استثناء و حالا این اونجوری بشه و اینا اضافه بکنی دیگه خودش هم خودت اذیت میشی واقعا، هم کار خودش به نظر یکی از جایی که بومیده ها. یعنی اگه دیدی خیلی دیگه داری تبصره و تک ماده و نمیدونم اینجا شد، آره داری یه کار اشتباه عجیب غریبی میکنی، برگرد عقب ببین مشکل چی بوده. گای پروداکت واقعا پیچیده است ها، یعنی تو دیگه انقدر همه چی تو هم پیچیده شده، یه چیزی میخوای اضافه بکنی مثلا بعد 30 تا مورد دیگه توی اون محصول در نظر بگیری دیگه. من جمله همین وضعیت فعلی تو میخوای اون سفر پیشنهادی آخر سفر رو باید ببینی، اون یکی رو ببینی، هم سفر رو ببین. بله. ولی اینکه خودت
خودجوش بیا یه سری پیچیدگی اضافه بکنی اون واقعا اشتباهه. بله یه چیزی می‌خواستم پشیمون شدم بازم دیس بدم به رقبا بده پادکستا که آره اونا هنوز این شکلی هن. اون مدل بعدن جدی نمیدونم کار حالا اگه چیز شد بهت نشون میدم. آره اون شکلی هن اونا. اسکنم یه ذره شبیه ما نشدن. شاید هم جدیدن شدن. آخه مثلا یه ماه پیش بود دوباره اونو ندیدم. برات میفرست. مرسی. آقا دیگه چه خبر؟ دیگه سلامتی. چی کارا میکنی؟ باشگاه ورزش؟ بله باشگاه شب که بیلیارد میریم. بیلیاردم جدی دارم میرم. جدی داری میری واقعا؟ یعنی ببین اینجوری هم که بابا من گفتم تو داری حرف میزنی سری را لیوان رفتم بالا. نگو تو دورخیز کرد. ببین آره دوست دارم مثلا یه ذره حرفه‌ای‌تر برم تو جلو. تازم خیلی اینجوری نیست که یعنی 10 سال دارم بازی میکنم ولی بدک نیستم. هر کی دوست داشت بیاد بریم بیلیارد بازی کنیم. تو هم بهت گفتم نیومدی. تو هر چیزی بهت گفتم نیومدی. یه لحظه وایسا جواب میدم. دوچار اون نمودار چیز که نشدی الان داری با اعتماد به نفس صحبت میکنی. گفتم بیاد بریم بازی کنی. نه الان که گفتی من بعدم نیستم اوکی ام بعد نیستم دیگه. هر کی ادعا داره خوب نیست ولی بعدم نیستم. یعنی ببین آخه چیز نسبیه دیگه. مثلا احتمالاً با اونی که هیچ بازی نکرده که 90% آدم‌ها احتمالاً هیچی بازی نکردن خب بهترم دیگه از اون. اگه نباشم که دیگه باید برم ول کنم دیگه کلا. یه شب من قبل اینکه بیام تپسی چون رو متنگار اینا کار میکردم تایمم خیلی دیگه منعطف بود. دست خود. آره با رفیقام خیلی میرفتیم مثلا شبا بیلیارد و مافیا و اینجور چیزا. یه شب رفتیم پسر خیلی خوب بازی میکرد. رفیقت یا یکی دیگه اونجا بود؟ نه من و رفیقم انگار مثلا یه تیم بودیم. بعد اونم داشت ما بازی میکرد. بعد من دیدم تنها کاری که میتونم بکنم اینه که برم تو مخش. این هر ضربه ای زد من گفتم دست خوش. بعد یه اصلا رو توپای آخر واقعا نمیتونست میگه بابا دیوونم کرده من هر کاری میکنم میگه دست خوش میزدم بیرون میگه دست خوش میزدم. خلاصه فهمیدم که از این کارا هم میشه کرد. بله من نباید اخلاقی بازی کرد. اون که 100%. بعد بیلیاردم میگی من 8 منظورم 8 بال 8 توپ بود. نمیدونم چیه دیگه 8 که 8 15 تا توپ که آخر باید 8 تا بزنی دیگه. منم همونو بازی میکردم. یعنی اسنوکر اینا اصلا صفر. درست. بعد باشگاه هم که میرم 2-3 روز در هفته. قدیما یه استخری میرفتیم که دیگه نمیریم و جدیدن یه ذره موسیقی شروع کردم. جدی؟ آره. چی گوش میدی؟ الان گوش میدی یا میخونیم؟ چون گفتیم موسیقی شروع کردم. نه این که خیلی وقت شروع کردم گوش دادنش ولی آوازو شروع کردم. جدی؟ ایوه. صدایی ندارم ولی اصلا این حرفو نزن. خواهش می‌کنم. به هر شما که استادید آقا محمود توی من رپر بودم خیلی ترکای قوی. بعد دیگه چی؟ رپر بودم آجی واقعا چیز سمی اصلا گفتنش عجیب هست باحاله. تو یه تیکه مدل هم بودی. مدل چه اون چنلت نگاه کردم زارا عکساش خیلی خوب بود اونا. یه بار بیار بالا ملت ببینن دوباره. اینجا میندازمش رو فیلم. بذار یه سری. آره اینی که گفتی من اینجا میذاری. آره تو همین فیلم. منظورم اینه. سخت تدوین آجی. جدی؟ میندازم تو اپ چیز کپ کات 3 تا رو میندازم رو هم. الان 3 تا دوربین داریم دیگه. بله. میندازم رو هم هی مثلا کراپ میکنم و اینا تا تهش بشه. بعد تو رو با گوشی میری پس اصلا. آره بعد خیر سرم رفتم سیستم مثلا گفتم کار گرافیک خوب که من کار تدوین اینا خواهم داشت. بعد هیچ استفاده ازش نمیکنم. ببین تو هم مشکل داری دیگه. MVP اصلا کمالگرای ولی خوشم اومد. مثلا منم خیلی وقت تو ذهنم یه
پادکستی درست بکنم، هنوزم نکردم. تفاوت من با تو اینه که باز هزینه رو میکنی، چیز میز اضافه میگیری ولی میکنی کارا، من کارا هم نه اینو که دیدی که چجوری شروع کردم. آره. یه با حسین رفتیم یهو 2 تا دوربین گذاشتیم گرفتی. آره نه شروع هم خوب بود. میگم خوب میری تو بازی، تو بازار جدیدن حالا شاید اینجوری شد. آره واقعا جدیدن خیلی خوبی گرفتم واقعا، از این دمت گرم. ولی مثلا من خودم خیلی وقت می‌خواستم چیز بکنم، هی تو ذهنم گنده میکنم نمیکنم کارا رو. مثلا دوست داشتم یه پادکستی بشینم حرف AI بزنم با ملت و اینا، ولی چون خیلی اونور دنبال میکنم اخبارشو چیزشو. چیز که ترنده مهمی هست ازش الان بخوای مثلا بگی؟ چیز مهم که GPT-5 داره میاد. بعد اوپن AI هم که دوباره جذب سرمایه کرد. بله 8 میلیارد دلار. من 300 میلیارد والویشنش 300 میلیارد. 300 میلیارد دلار. بیلیون. چی شد ارزش اوپن ای شد 300 میلیارد؟ ارزشش شد 300 بیلیون دلار. 8.3 خورده‌ای هم گرفته پول. یعنی اون 8.3 که گرفته ارزش گذاری پس از این پول میشود 300 میلیارد دلار ارزش. که اینجوری هم هست که تو اون 8.3 که پول گرفته رو میان اضافه میکنن، تقسیم میکنن، سهمشون در میاد دیگه. ارزش گذاری میشه پست مانی میشه. جالبه. خیلی خوب نگفتم ولی بعدم نگفتی. آره. اینه داستان. اونور چیزم ایکس ای آی هم یه ذره داستان داره و درسته. این چیزا رو استفاده کردی؟ چیو؟ آواتار رو؟ نه. چیه؟ سری آواتار داده میرون. آواتاریه که پشتش چشم هست دیگه. حالت مثلا پروفایل کن انیمه است. که حرف میزنی حرف میزنه و فلان. واقعا آواتاره. آره آواتار. بعد کی داده اینو بیرون؟ ایکس ای آی؟ آره اونا دادن. ندیدم اصلا. پاندا داره و مثل اینکه یه خانومی هم دارد که فضایی مثلا اروتیک طوره. درست. آره صحبتای این شکلی میکنه و خیلی میگن عجیب غریبه. اصلا ببین طرف پارسال خانم عجیب غریبه یا کارشون ببین مثلا ایلان ماسک سال قبل اومده گفته آقا برید 6 ماه، اصلا از دولت پارسال بود پیارسال بود، گفته بود که 6 ماه برید کارهای ای آی رو متوقف بکنید، خیلی داره میره جلو و اینا. شرکتای کلا جنراتیو ای آی مثل اوپن ای خب که این خراب میکنه و ملت و فلان. بعد الان خودش اومده یه همچین حرکتی ایلان ماسک این حرفو زده. آره بابا اومده بود. من یادت نمیاد یه چیزی گفته بود آقا 6 ماه همشون رو چیز کنید، بگید صبر بکنید، هیچ توسعه‌ای ندن، برید مثلا قانون بسازید. بعد خودش الان این داستانا رو خیلی عجیب غریبه. اصلا کار با حرف میزنی واقعا داستان داره. یعنی بچه‌ها اینا واقعا اینا بیفته دستشون. اینا رو خیلی. یه چیز دیگه این که اخیراً خیلی محمود چیز زیاد شده، اخاذی با این سیستما. چجوریه؟ ببین مثلا تو اینستاگرام داری، خب بعد منم رفیقتم، خب و من تو رو فالو دارم، حالا مثلا یه پستی از هم گذاشتیم اینا، پا میشه میاد از تو پیج تو منو پیدا میکنه، میاد تو پیج من. خب من تو پیج خودم کلی عکس و فیلم از خودم گذاشتم دیگه. بله. اینا رو ور میدارن میارن از یه سری مدلایی که واقعا الان وجود دارن و با میزان دیتای کمی برای ساخت میتونن چیز حالت دیپ فیک تو جنریت بکنه بر مبنای تو. مثلا حالا احتمالاً که قطعا همه این موزیکای ای آی و اینا رو دیدی دیگه. بله تقلید صدا. بعد برمیداره میاد مثلا کلیپ میسازه از من، میتونه لایو هم باشد حتی. خب و میاد مثلا توی تلگرام با یک شماره یا یه واتساپی جایی برای تو یه دونه ویدیو مسیج از من میفرسته که مثلا محمود من الان 50 میلیون تومان پول نیاز دارم. برام تو هم میبینی میگی بابا این که دیگه خودشه دیگه. درسته. برای این شماره کارته. و حتی اینو مثلا لایو هم طرف میتونه. مورد توی خارج چند تا خبر میخوندم که لایو پیرمرد پیرزنا رو گول زدن و اینو مثلا خیلی من اینجوری هم که به اطرافیانم میگم، به خصوص اینایی که سن و سال دارن که واقعا به ذهنشون نمیرسه خیلی. بله درست. اینو بتونن حتما درست. دیپ فیک. حالا من یادم از اون موقعی که تو اثر ارتباط بودیم هم شروع شده بود، ما خبرش کار میکردیم اون موقع، ولی حس میکنم هنوز اون کارهای عجیب غریبی که و خطرناک احتمالاً که
قرار رخ بده هنوز شروع نشده. احتمالاً قرار یا آینده نزدیکی هنوز در دسترس همه هم نیست دیگه. یه سری آدمای شاید تکنیکال تری بتونن برن با اون مدل یه همچین کاری بکنن، هنوز استفاده کردن، بعد بیاد اینو ترکیب بکنه، حالا بیاره فلان. ولی خب مثلا شاید تو ایرانش هم هنوز خیلی اتفاق نیفتاده، کیساشون ندیدیم، ولی اونور واقعا داره اتفاق میفته. چندین موردش هست که خانومه اعتماد کرده، آقای اعتماد کرده، بعد تو مثلا نزدیکترین آدم زندگیت هم باش میان این کارو میکنن. مثلا با فرض کن یه پیرمردی رو با چهره و صدا و تصویر و اکت بچه‌ه درست میکنن، میرن بهش میگن اینو بزن، مثلا بچه داره میگه که فلان. تو خب ایداد بیداد ذهنت اگه آشنا نباشه، ذهنت اگه مثلا چیز نباشه سخت میشه. به قول تو تازه جلوتر بره که بدتر هم میشه. بله مثلا همین الان اگه اشتباه نکنم خود اوپن ای تو چت جی پی تی بری عکس خودتو بدی بگی مثلا همین چهره منو بردار یه جور دیگه ایش بکن، عین چهره خودتو نمیزنه و میگه تو پالیسی ما این اومده که عین چهره خودتو نمیام روش کار بکنم، چهرهتو تغییر میده. من اون سری استفاده ازش کردم، احساس کردم که خیلی متفاوت شده و این کارو یه مقدار داره میکنه تو عکس. مثلا گفتم این عکس رو بعد بک‌گراندش رو حذف کن، این مثلا خانومه رو حذف کن، چه می‌دونم این پرنده رو حذف کن و فلان. بعد برام جالب انتظار داشتم که چهره رو دیگه همون نسازه، بیاد مثلا یه چیز دیگه بسازه، منم هی بهش میگم آقا تو رو قرآن چهره رو عوض نکن، همون باشه. همونو ساخت تقریبا. یعنی همون چهره بود. آره یه ذره تغییر داده بود ولی احساس کردم که اینم یه ذره داره شل میکنه. به یه ذره کپی رایت و اینا هم داره انگار مالیده میشه دیگه. واقعا میخوای کپی رایت رو چیکار؟ الان همه این مدل‌ها الان مثلا چت جی پی تی چه کپی رایتی رو رعایت کرده؟ واقعا کپی رایت حالا تو ایران که خیلی شاید دغدغه ما نباشه کپی رایت، ولی کلی از تو همین هالیوود و اینور اونور هم رفتن شکایت بکنن دیگه. مدل‌های یواش یواش انگار داره جمع میشه داستان کپی رایت. آره دیگه احتمال زیاد. احتمالاً قانونایی که قرار بود بذارن اینا بوده، ولی خب ببین چون چاره‌ای هم ندارم. مثلا ببین وقتی تو آمریکایی یه چینی وجود داره که داره باهات رقابت میکنه، یه همچین قانونی هم نداره. بله میتونه بره یه مدل خفن بزنه بعد تو بخوای درگیر این بشی که حالا اون میومده میگه من نکنم این کارو بکن. درست. تو هم شلش میکنی دیگه. چینیا چیزی نمیدن؟ دیپسیک دیگه. دیپسیک تو همین مثلا آپدیت جدید نه اینو ندارم که داره قرار چیزی بده مدل جدید یا نه، ولی دیپسیکه بود که بازی اومد ترکوند و خیلی هم حرف و حدیث داره که اصلا این یه سری آخه آزمون میگیرن از این مدل‌ها، آزمونای مختلفی هست. بعد یه سری حرف اومد که آقا این رفته آزمونا هم رفتن بهش یاد دادن. این تو مثلا اینکه بیای تو ترینینگ دیتا تست دیتا رو هم بهش یاد بدی. خب همین تست دیتا رو 100% جواب میده. بله. بعد یه دونه هم این بود که مثلا میگفتن با چت جی پی تی چیز کرده، تعامل میکرده و یعنی تو یه مدلی رو انداختی، این یه چیزی دارن که حالا اینا رو مثلا باید سعید کریمی بیاری تو LLM و اینا حرف بزنه واقعا. بعد ولی مثلا تا جایی که میدونم RLHF میگن Reinforcement Learning with Human Feedback. خب تو همین که داری باهاش صحبت میکنی تو این رفت و برگشتی شروع میکنه یاد گرفتن دیگه. بله. همین متن تو میاد دوباره توش اضافه میشه، یا یه کاری انجام میده، یه اشتباهی میکنه میگی فلان. بعد با یه همچین سیستم هایی و اینکه دیتا رو از چت جی پی تی سوال میپرسه، چت جی پی تی جواب میده، میاره اونو میره یاد میگیره. یه متن دیگه، یه متن تمیز شده ای چت جی پی تی بهش میده میره. یعنی یه مدتی قشنگ نشسته با اون حاج آقا. میگن خود فکر کنم چیزی اومد گفت، سمالتمن اومد گفت که همچین اتفاقی افتاده. حالا اینکه چقدر اینا بله درست شوه چقدر واقعیته، ولی آره اینجوری جالبه. تو چه جوری حست چیه نسبت به کلا هوش مصنوعی؟ آره میترسی نمیترسی؟ نه به نظرم زده به سرمون، بایدم بریم انجامش بدیم، انجامش هم میدیم. یکی اینه هوش مصنوعی که من خیلی هم ذوق زدم. مثلا همین کپی رایت و اینا داره میره کنارم، برام راستش یکم جذاب بود. عوض کنین ساختارا رو فلان رو.
حتی من راستش سفر فضایی هم برام جذابه، به نظرم زده به سرمون، هی داریم میگیم آقا چونم فیلم میسازیم براش، دوست داریم، اینم به نظر میریم و خیلی هم ذوق زدم که واقعا کیه مثلا اولین ببینیم حداقل ماها. از میری تو زندگی فضا رو حس میکنم آره نمیدونم خیلی جذابه واقعا چیز باحالی، واقعا اگه اتفاق بیفته خیلی باحال. ولی خلاصه که زده به سرمون دیگه، خیلی هم شاید مثلا با مشکل و اینا هم نباشه. ایناییه که میگن یه چیزی گفتی در مورد اینکه آدمایی که زیاد فکر میکنن و احتمالاً آره تخیلی واقعا تخیلیه، از مشکل خاصی هم نمیاد. عمده این چیز دیگه واقعا همون تخیل زدن است دیگه، از یه جایی بعد بخوای ببری. بله آقا ساعت چنده؟ من ساعتمو نپوشیدم. 20 دقیقه به 10 حاجی خیلی حرف زدیم. فکر کنم چی؟ حالا نمیدونم حالا برای بقیه چه جوری بود، ولی برای من که ببین اصلا صحبت کردن با تو برای من به شخص جذابه و من راستش گفتی 20 دقیقه یه ذره چیز شدم برگم ریخت. جدی چند شروع کردیم مگه؟ 8:30 فکر کنم 8:30 مثلا شروع کردیم حاجی. 1 ساعت خورده ایم مثلا اینجوری بودم که شاید 20 دقیقه. آره منم همینجوری بودم جدی ساعت یه بار به خدا یه ساعتم. این چیه؟ 40 دقیقه 40 دقیقه است. پاول دروف هم پیام داد. پاول دروف پیام داد. دیمیتریف مدودوف چی؟ من اونو جدیدن فالو کردم. آره رفتی توی فن مدودوف. بله آقا آره بریم به نظرت؟ بریم خیلی اگه 110 دقیقه شده واقعا بریم بیلیارد. الان بریم؟ آره. فردا شب بریم، الان خیلی دیگه دیره. تو 40 دقیقه برات دیر. هر شب از شرکت میری پیامش برای من میاد. صبح میاد شب دیری میره. درسته. هفته اخیر تو حضور غیابتون میتونم. مامانم بهم گفته زودتر بیا خونه. اگه مامانت گفته ایراد دیگه حرف مادر که آدم نمد زیر من. درسته. آقا دمت گرم، واقعا خیلی لذت بردم و دوست دارم واقعا دوباره صحبت کنیم و پیش بریم. دم شما گرم عشقی. نکته چیزی اگه هست بگو. آره دکمه‌مون بزن. حرفمون خوب بوده باشه، جالب بوده باشه. مهمتر این که خودمون حال کردیم، من حال کردم. آره والا. بعد علی آدم خفن بیار منو نیار. سکون دیگه باباش. قربون تو خیلی حال داد علی. دمت هم گرم سر این کاره که داریم میبری جلو. خیلی من حال میکنم آدمایی که این چیزی که به ذهنشون میرسه رو میرن پیاده میکنن میدن بیرون. من خیلی آدمیم که از این آی بذارم آی فلان خوب باشه اینا میترسم. منم دستمو بگی کمک کن. منم یه همچین چیزی تو ذهنم دارم کمک بده منم بسازم. اصلا این حرفو نزن. جدی میگم. یه مهمونی داریم فکر کنم. مهمونی داری یه مهمون؟ نه یک میهمان داریم. خب تو همین موموتاک از بچه خود تپسیه، خدای یوتیوبه. جدی؟ آره. کی؟ ببین نمیدونم بشناسی یا نه، از بچهای ساپورته. آها نه. آره میخوام الان اسپویل هم نشه. خب خوبه. ساپورت تک ساپورت؟ نه ما ترایب ساپورت. آها ساپورت. بله. ترایب ساپورت. بله. بچهای ساپورت. جدی؟ آره. بعد احتمالاً هفته آینده میاد ویدیو موموتاکش میاد. اونو برام ببینم. بحث یوتیوبیه؟ بحث یوتیوبیه آره. خیلی خوب. حالا من جدا از اون یوتیوبی تکنیکالش آره تکنیکالش همین کارا رو انجام دادن دیگه. اصلا این آقا این ایده هایی که 3 تا دوربینش کنیم اینا همه رو اون گفته. باریکل. کارش مشتاق. حرف به من هر روز میاد 1000 تا نکته میگه. جدی؟ آره. دمش گرم. پس هفته دیگه منتظر. آره منتظر بمونید. اون لامپ تو هم خاموش شده جی. اینا اصلا چیز خوبی در نمیاد. خوب پیشنهاد نداده بود. واقعا دیجی کالا اصلا داری داغون میکنی. این چیه آخه؟ با همین نور برنامه رو به پایان میرسونیم. تا دیداری دیگر بدرود. بریم. خاموش شد. خوب بود؟ حاجی خیلی باحال. بی خیال. خدا